کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 27 سپتامبر سال 2022 با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر داد که از 27 تا 29 سپتامبر سال جاری در برخی ناحیه‌های جنوب کشور و ناحیه‌های تابع مرکز تا سرعت 17-22 متر در یک ثانیه شدت گرفتن شمال پیش بینی شده، احتمال فرو ریختن چنگباد معروف به باد افغانی زیاد است. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان کشور خواهش می‌کند به کسان بیشتر توجه کنند که از بیماری‌های دل و رگ، دیابت قند رنج میبرند. رانندگان و دوستداران سیاحی و گردشگران باید در این گونه روزهای پرچنگ بخصوص در راه‌های کوهستان از حد اکثر احتیاط کار گرفته سرعت حرکت و فاصله را در راه‌ها رعایت کنند، چون که احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است.